خب سلام و درود. میریم برای ویدیو 13 چنل و با DX5 شروع میکنیم. طبق معمول توی یک روزه هستم. دفعه پیش که داشتیم تحلیل میکردیم مارکت توی این کندل بود یا نهایتا این کندل، فکر میکنم تو همین کندل داره و گفتیم که اینجا سقف و یه ناحیه مهمم از اینجا براش داشتیم و از اونجایی که تو 4 ساعت هم یه جدید زده بود، یعنی اینطوری ما میدیدیم مارکتو اینجا یه جدید زده بود، 20% بالاتر از اینجا رفته بود و اینجا همه چیز داشت به ما میگفت که قرار سل بشه. منتها ما 2 تا زون براش داشتیم، یکی فکر میکنم به این نحوه بود که همچین زونی براش داشتم و یه دونه دیگه هم از این بالا تو 1 ساعته پیدا کردیم براش که دقیقا من اینو دست نزدم هنوز، از ویدیو قبلی میتونید برید چک کنید. این ناحیه رو داشتیم براش که گفتیم ممکنه اینجا تو این محدوده یا نهایتا به اینجا بخوره به اینجا بخوره و یه منیپیولیت ریز بکنه و از اینجا شروع کنیم به ریزش. البته که اینجا منظورمه اینجا منظورمه و دقیقا همینطوری شد. اینجا که بودیم یه خورده رنج شد و بازی در ورد اینا، از اینجا دیگه شروع کرد به یه ریزش خیلی شارپ نسبتاً و میشه گفت حالا اینجا رو بخوای از همینجا سل بزنی خیلی چیز هندی و شاید جسورانه ای باشه، اما مثلا موقعیت بعدی که میتونستیم بگیریم این بوده که بگیم اگه اینجا رو این خط اینجا رو بشکنه و یه پول بک ریز بهش بزنیم میتونیم ادامه سل و تایید سلمون رو بگیریم. که حالا مثلا پول بک رو زده و اینجا رنج شده، زیاد خوب خودشون نرسونده به این بالا و سل شده و تحلیلمون درست پیش رفت. تارگتی هم که براش داشتیم تو این ناحیه بود، یه تارگت رو زد، الان پایین‌تر هم داره میره که راجبش حرف میزنیم. تحلیل درست بود مثل همیشه، حالا مثل همیشه که نه، اما خب بیشتر تحلیلایی که من انجام میدم برای خودم درست در میاد، اما مشکلی که دارم باش هنوز اینه که نمیتونم تریدش کنم و عملا از این حرکتی که ما از اینجا میدونستیم تا اینجا یه همچین حرکتی رو من هیچی توش ترید نکردم و فقط باید افسوس خورد. الان هم موقعیت بعدی که شاید بخوایم راجع به حال بازار حرف بزنیم، به نظر من DXY نزولی میشه. حالا یه خورده زود گفتنش تا موقعی که شاید اینجا رو نشکنیم که خیلی هم راه داریم تا اینجا رو بخواد بشکنیم، خیلی زوده که بخوایم بگیم DXY نزولیه، فعلا سودیه و ما میتونیم دنبال خرید باشیم توی این نواحی شاید، اما امیدوارم مثل اینجا نباشه که انقدر سریع بزنش و شروع کنه به یه ریزش شارپ. اگه بخواد بایی بده به همون دوباره مجدد تا تارگت‌های بالاتر، توقع دارم که یه رنجی، یه کثیفی قیمتی اینجا به وجود بیاره و یه جوری مطمئن بشم اینجا رو حس میکنم این خطه، یعنی بذارین ادامهش بدم، حس میکنم این خطه و اینجا قرار ناحیه مهمی باشه، یعنی قرار اینجا یه خورده رنج بشیم و حالا به هر طرفی بشکنیم میتونیم توقع سلش رو داشته باشیم یا توقع بایش رو. ادامه حرکت بخوام خیلی راحت بگم، اگر به پایین بشکنیم اینجا رو، البته این در صورتی که اینجا ناحیه مهمی تشخیص داده بشه و قیمت اینطوری نباشه که بیاد و همینطوری بریزه. اگه اینطوری رنج شد و این پایین و این بالا تبدیل به 2 تا ناحیه مهم شدن، میتونیم از هر طرفی شکست ادامه آره همونطور که گفتم
از هر طرفی که شروع کرد به حرکت میتونیم توقع ادامهش رو داشته باشیم. یعنی اگه از پایین شروع کرد به ریزش و اینجا ناحیه مهمون شکست، یه پول بک و ادامه ریزش و میشه گفت سل طولانی مدت DXY، چون خیلی حرکات زیادی ازش داشتیم. یه اون موقع باز تارگت هایی که میشه داد هستش و فعلا خیلی به جلو میشه بخوام بگم. اگه از بالا شکست که به نظر این اتفاق نخواهد افتاد با توجه به اینکه خیلی خوشگل دلار از اینجا یه روند زیبا رو شروع کرده و دیگه به نظرم یه حدی داره دیگه که این خوشگلی ادامه داشته باشه. و کلا زیاد فاندامنتال هم برای الان دلار آمریکا زیاد جالب نیست. یعنی فاندامنتال هم میتونیم کنار تکنیکال اون بذاریم و متوجه بشیم که امید بالا رفتن برای DXY شاید زیاد جالب نباشه. اما بازم کار منطقی اینه که ما دنبال بای باشیم و حالا فعلا ببینیم چی میشه. من خودم حالا تا برسیم به اینجا دنبال سلم حقیقتا، با اینکه یه جوری خلاف روند بزرگتره و سلم هم از اینجاها میخوام بگیرم. یعنی اگر قیمت خودشو این ناحیه رو برسونه برای من با ارزش میشه که سل بگیرم. شاید هم از همین خط شروع کنه به ریزش که بازم احتمالش به نظرم کمه. یه همچین چیزی رو میشه ازش توقع داشت برای شروع. و اینجا که برسه باز دوباره میتونیم ریولیدیت کنیم که ببینیم قرار چه اتفاقی بیفته. این هم سریع DXY. اینجا هم خیلی حرکت قشنگی بود. حالا اینم بگم تا هستیم روش. خط از کجا اومد؟ آها این ناحیه‌ای بود که گفتیم میتونه بای بشه. اوکی. قیمت اینطوری بود، یعنی مارکت اینجاها بود که من دقیقا این ناحیه رو داشتم، ادامهش دادم، رسیدم به اینجا، دیدم که اینجا الان داره این بازی در میاره و از اونجایی که این محدوده رو شکسته بود، ببینید این محدوده رو به همین طوری که بشکنه یا اصلا این کندل با این وضعیت بیاد پایین، من اینجا رو شکسته حساب میکنم. و وقتی یه همچین ناحیه مهمی میشکنه میدونم که قرار روندم یه لگ دیگه حداقل نزولی بریزه و یه جوری من میدونستم که الان چون سقف این رنجی که درست شدم هستیم قراره بریزیم تو تارگت بعدی. اما متاسفانه ساعت جالبی نبود که بخوام پوزیشن بگیرم. یعنی حالا بریم روی DXY روی یورو USD بهتون نشون میدم داستان چی بود دقیقا. اما اینجا خیلی واقعا فرصت خوبی بوده، مخصوصا توی همین کندل. و حالا هم که ریختیم و منتظر یه پول بکیم که دوباره از اینجا سل بگیریم، شاید با یه همچین ستاپی استاپون پشت این ناحیه، چون تو 15 دقیقه چیز مهمی قطعا. بله یه همچین چیزی میشه دیدش. ایسپری وارد جالبی میده اونقدر، ولی خب دو هم خوبه دیگه برای شروع. پوزیشن با ارزشه، چون همونطوری که گفتم به نظرم میتونیم توانه سل شدن بیشتر رو داریم. یعنی صرفا اینطوری نیست که به اینجا بخوریم ببندیمش. اگه اینکه اینجا بازی در بیاد اون موقع میتونیم ببندیم پوزیشن. اگه اینجا رو بشکنه هی ترید میکنیم، هی میایم پایین، هی میایم پایین، هی میایم. سیری من چرا فاول شدن نمیدونم. و این از این دیگه طولانی‌تر نمیشیم روی DXY، میریم روی طلا. هم طلا رو حرفی ندارم براش واقعا، اما شاید بشه گفت که اینجا یه ناحیه مهم بوده الان خورده بهش. اینجا هم یه ناحیه مهمه و به نظرم شکست این دو ناحیه از بالا یا پایین میتونه مهم باشه. یعنی اگر از پایین بشکنیم مثلا میشه ناحیه در آورد. طلا نظری ندارم فعلا واقعا. این تریدیه که بهتون گفتم روی یورو USD دقیقا همون جایی که رنج شده بود توی DXY و من تو همین کندل بود که پوزیشن رو گرفتم، حسابم گذاشتم زیر این سوینگ شاید و تی پی هم که براش داشتم اینجا بود دقیقا این محدوده که تی پی رو زده فعلا و از همینجا هم داره میریزه، ولی توقع ریزش زیادی ندارم. یعنی اینم با DXY یکی میشه دیگه، مثلا تا اینجاها بیاد یه همچین حرکتی رو داشته باشیم بریم تا تارگت های بالاتر.
و این پوزیشن اگه واقعا میگرفتم نگهش میداشتم، چون پوزیشن با ارزشی، اما نتونستم واقعا بگیرمش. و حالا فعلا که باید ببینیم چی میشه. خط هم زیاد اهمیتی نداره برامون. و حالا یه چیز جالب دیگه هم که الان به چشم خورد این بود که قیمت خیلی ریخت دیگه. یعنی ما از این بالا که سل شدیم همینطوری داشتیم میومدیم پایین و اینجایی که داشت بازی در میورد من یه تا قیمت این پایین داشتم، این نایه این پایین داشتم، گفتم شاید بتونه خودشو برسونه به اینجا، بعد بره اینجا رو بشکنه این خطی که کشیدم. و عملا با شکست این خط من میدونستم که قراره یه پولبک داشته باشیم حالا تا اینجاها. و این شکستش که ساعتی اتفاق افتاده که خیلی بد بوده، کلا هیچی. پولبکی هم که مثلا زده همچین پولبکی بوده که بازم من نتونستم این استفادهش کنم و خیلی شارپ رفت بالا، خودش رو رسون به این ناحیه، یکم ریخت و دوباره اینجا بدون هیچ سریگیری که بخواد به من بده رفت بالا و عملا من تا اینجا نتونستم کاری بکنم و این یه خورده آزاردهنده بود. البته اینجا من یه پوزیشن دوباره همینطوری گرفته بودم مثل این، یعنی روی چارت فقط فوروارد تست، و دلیلش این بود که واقعا ورود قشنگی نبود. مثلا یکی دوتا کندل زد خودش رو رسون به این ناحیه و این ناحیه هم ناحیه مهمی بود. من یه همچین پوزیشنی هم اینجا داشتم با استاپش یادم نیست واقعا، اما اگه میخواستم استاپ بذارم شاید اینجا میذاشتم. اینم چیزی بود که میشد شاید گرفتش، اما خیلی سخته واقعا گرفتن همچین کندلی. به هر حال وقتایی که میخواد شروع کنه پول بک یه حرکت 4 ساعته رو بزنه یه جوری میشه فهمید. یعنی من این تها که میرسه دیگه میدونم که قراره یه تغییر روند ریزی داشته باشیم تا این فریم های کوچیک‌تر و 15 دقیقه. جی پی رفتار جالبی برای من نداشته فعلا و هنوزم واقعا یه خورده گنگه برام، چون بخوام اینا رو پاک کنم الان میشه یه همچین چیزی دیدش. به نظرم الان توی باکس رنج داره رنج میزنه و اگر خودشو به این بالا برسونه احتمال یه دونه سل داریم و به نظرم کلا اینجا ناحیه مهمیه و حالا چه بهش برسه ریجکت شه بیاد پایین یا چه بشکنه یه پولبک بهش بزنه که ما بتونیم سپایشو بگیریم تا اینجا. اینجا هم ناحیه بسیار مهمیه و در صورت ادامه دار بودن این روند سودیمون قیمت اینجا رو به زودی خواهد دید. پس چه بسا که من اینجا رو رنگش رو عوض میکنم تا بدونم اینجا تاریتمه و دنبال بای بگردم توی جی پی یو سی. می الان چشم خورد به این خوشبختانه و درسته که تو باکس رنج هستیم و از بالا هم به این احترام گذاشته، اما از پایینم خوب بهش احترام گذاشته، منتها خیلی کندل شادودار بزرگی زده. یعنی این حجم از شادو یه خورده اذیت کننده است، اما اگه تا فردا اوپن لندن قیمت همینجا بازی کنه من 100% اینجا یه بای میگیرم و تارگت اولم تا اینجا میذارم، تارگت دومم تا اینجا. این نایه که کشیدم این نایه خوبیه که واقعا خوب شد چشم افتاد بهش، چون که مود بعدا از دستش بدیم. فعلا ببینیم این نایه چی کار میکنه برامون و با توجه به چیزی که دارم میبینم جی پی قصد پایین اومدن نداره. یعنی اگر میخواست پایین بیاد همینجا که اومد اینجا رو شکست، این نایه مهم رو شکست، این خط مهم رو یه پول بک به اینجا زد دوباره میریخ میومد تا اینجا، اما میبینیم که دوباره خودش رو قوی رسونده به سقف. حالا اینکه اینجا بازی در بیاره و
به من یه جوری نشون بده که قدرت پایین تر رفتن رو نداره، میتونم مطمئن بشم که اونقدی زور داره که اینجا رو هم بشکنه. یعنی یه همچین پوزیشنی رو میشه براش متصور شد. استاپمون رو کجا بذاریم؟ یه خورده اینجا شاید استاپ پیدا کردن دشوار باشه. درستش اینه که یه همچین فاصله بدیم با کف رنج، ولی تازگی من خیلی دارم استاپای بزرگی میذارم و واقعا خوشم نمیاد از این قضیه. برای همین اونایی بعدی که داریم، یعنی اینجا این محدوده، یه خورده پایین تر میذارم. آره این میشه پوزیشنی که میتونم براش داشته باشم در صورتی به اینجا یه بای بده. الان چون کندلش خیلی شدواش بزرگه، زیاد نمیتونم واقعا بهش اطمینان کنم، چون ممکنه که بیاد شدوها رو پر کنه و استوپمون رو بزنه الکی. همون برای فردا اوپن لندن صبر میکنم که اونم که تا اینجا. تیپی اولم که اینجاست. هم شد از پوزیشن درخواستی. چیز دیگه هم که نیست. دارم یه نگاه کنیم ببینیم چیزی هست یا نه. راجع به نفتم اینجا یه دونه سقف داشت، یعنی توی همچین نایه داشت بازی میکرد که اینجا رو شکست، پولبک زد بهش و الان داریم میریم بالا. و نایه بعدی که بشکنه اینجاست که خیلی مهمه به نظرم، چون نایه شوخی بردار نیست. یعنی اگه اینجا رو بشکنه به نظرم خیلی زیادتر میتونه بره بالا. اما بازم من زیاد نفت و تا حالا تحلیل نکردم، یعنی امکان خطا روی این تحلیل خیلی زیاده. به هر حال ممنونم از اینکه ویدیو رو دیدید و شب یا روزتون خوش.